خبرهای اقتصادی امروز 23 دکتر در پیام تیوی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی سالانه خود را در نزد پارلمان کشور با معلومات درباره رشد اقتصادی آغاز کرد که در سال 2022 به دست آمده است. رئیس جمهور گفت در مجموع سال سپری شده برای کشور باقرار بود. وی در پارلمان پیش از همه قید کرد که همه لایحه‌های عظیمی پیش بینی شده اجرا گردیده اند. رشد اقتصاد 7.3% را تشکیل داده، مجموعی محصولات داخلی به 115 میلیارد سومانی رسید. او به همه کارگرانی که حاصل بلند را تامین کردند اظهار سپاس نموده قید کرد که صرف نظر از پاندمی و دیگر سبب‌های بیرون کشور به دستاوردهای زیاد میسر شده است. تاجیکستان و هندوستان در مورد استفاده از مکانیزم معاملات تجاری روپی هندی مذاکره می‌کنند. این مکانیزم امکان می‌دهد که برای معاملات بین المللی به جای دلار و دیگر اسعارهای جهانی روپیه استفاده شود. طبق گزارش ریترز به این گونه مذاکرات به جز از تاجیکستان، کوبا، لوکزامبورگ، سودان، ماوریکی و شریلانکا نیز توجه ظاهر می‌کنند. بانک ذخیروی هندوستان در ماه ایول سال جاری یک مؤسسه حساب برابرکنی سودای روپیه هندوستان را به کار انداخته است. در خبر آمده است حکومت هندوستان کوشش میکند که کشورهای کم بضاعت را به مکانیزم وارد کند. درباره معاملات تجاری روپی هندی از گفت و شنیدها عاید به استفاده این مکانیزم با شریکان بزرگ تجارتی هندوستان از جمله تامین کنندگان اساسی نفت، عربستان سعودی و امارات متحده عرب سخن می‌رود. بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان، تبادل کالای دو جانبه با هندوستان در 11 ماه سال جاری 113 میلیون دلار را تشکیل داد که 1.7% حجم عمومی گردش تجارتی خارجی جمهوری را تشکیل می‌دهد. سهم واردات مال و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معاملات مالی تاجیکستان هندوستان 99.9% را تشکیل می‌دهد. مقامات ازبکستان نرخ محصولات اساسی غذایی را نظارت خواهند کرد. با قرار حکومت ازبکستان نظامنامه درباره ترتیب مقرر نمودن نظارت منتظم و اندیشیدن چاره‌های ضروری جهت پیشگیری به اساس بالاروی نرخ‌های اساسی آذوقه‌واری و مال‌های ضروری در دوره تغییریابی یکباره نرخ‌ها تصدیق کرده شده است. طور پادرابل.uz با تکیه به معلومات وزارت عدلیه خبر می‌دهد طبق این سند تحلیل را کمیته ضد انحصاری در حالت‌های تغییریابی یکباره نرخ‌ها یا در حالت از حد زیاد طلبات در بازار انجام می‌دهد. نرخ نوع‌های اساسی از جهت اجتماعی مهم خوراکواری از جمله گندم و آرد، نان، گوشت گاو، گوشت پرنده، تخم، روغن پخته، روغن آفتاب پرست، برنج، قند و شیر نظارت خواهند شد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 23 دکتر اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانی و 25 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1020 سامانی و 78 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1086 سامانی و 62 درم معین کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1796 دلار و 5 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماهی آینده در برج‌های لندن 82 دلار و 20 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماهی آینده در برج‌های نیویورک 78 دلار و 4 سنت معامله شد.